پلیس خب باز اوجه دیگه باید دیگه گپ بزنی وقت بیتی یا هر چیز دیگه که کار دارن اگه گروگان دارن دو نفر از دزدا که بانک میزنه به نظرت امروز 2 نفر میشه بانک دیان؟ خب نورمال امروز 2 نفر نمیتونن بانک بزنن. امروز چند نفر میتونن؟ بعد 4 نفر باشن 3 نفر باشن. بسیار بسیار خوب، بسیار خوب، تا اینجا خوب پیش رفتین. چند تا سوات اجازه داریم گفتین؟ 2 نفر سواد باید باشن. خیلی عالی، خیلی عالی. واقعیت باز اگه گروگین میگم گروگان گروگان داشتن، بله گروگان داشتن، باز یاره چقدر باید پیسه برشون بده؟ خب معمولا برای چیز خودشان است، درخواست خودشان است، چقدر پول میخواد چقدر نمیخواد. میگم برج خود برات بکشم. زیادترین پول چقدر باید برشون بدی؟ سال در کشور که تو بودی در پلیسی چقدر پول برشون دادی؟ خب معمولا فرق میکنه، یکی از 1 میلیون میخواد، 50,000 میخواد، 20,000 میخواد، فرق میکنه تا گروگان. مثلا میشه پلیس